گوسفنده که قربانی کردنش اجازت هست، گوسفندهای تاجیکستان باشد 6 ماه بالا باشد میشد. گوسفندهای تاجیکستان شاید در دنیا بهترین گوسفندا باشد. مقصدم این گوسفندهای تاجیکستان و قرقیز و اطرافاده، گوسفندهای معتدلی تاجیکستان از 50 کیلوگرم گوشت میکنه. یعنی شرط نه آدمی که هم بغل هم 50 کیلوگرم گوشت میکرده که شکشد، چون که وای قیمت است، $500 زاید است. قریب $1000 است گوسفند از در تاجیکستان. در اروپا قربانی کردن آسان‌تر از تاجیکستان. 150 یورو 200 یورو قربانی کرده میشه. دیگه این گوسفندا بیچاره 9 کیلو 8 کیلو گوشت میکنه. لیکن مثلا کمبغلا باشند در تاجیکستان دستگیری کنیدون تا اینکه وای‌های هم قربانی کند. اقلا بوز باید 1 ساله باشد. بوزی 1 ساله پایان 11 ماهه یا 30 روزه یا 29 روزه هم نمیشد. حتما بوز باید 1 ساله شده 1 روز گذشته باشد. بوزا کم گوشت دارند. یعنی بوزی کم گوشت ممکن یافتن. یعنی عصبی که کم گوشت است ارزان است. اقلا همین 1 بوز قربانی کردن نیت کنید تا برادرها و خواهرها. وقتی که قربانی میکنید شما عبادت الله تعالی رو اجرا کردید، به خاطر الله خون ریختید، بسم الله الله اکبر، سنتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم را اجرا کردید. همین گونه این عبادت بزرگ است. دهانتان را بعد نماز عید قربان با گوشت قربانی میکشایید. همراهی اهل و عائله و خویش و تبار و همسایه و فرزندان سحر کتی از عید آمده جیزبیز گوشت گوسفند روغن دنبه 1 خرسندی. این چون 1 قسمتش با من دختراتان خواهراتان همسایه ها یار و دوستا 1 کیلو 2 کیلو برده خیر میکنید. این یه لحظت های دارد که حرکت کنیدان. کسی پولدار است همون خویش و تباراش بیام یاری کنیدان که گوسفند کشد. اونهایم گوسفند نتواند بوز کشد. اقلا این بوزای ارزان باشه در تاجیکستان خیلی اقلا بوز کشیدن. در من دیگه کشورها گوسفندا هر نمودی گوسفند است. مثلا گوسفند 2 ساله باشه دم خیلی 8 کیلو گوشت میکنه یا 10 کیلو گوشت میکنه. آخر بعضی بوزای دیدم بوزای 1 ساله 5 کیلو گوشتی تازه کرد. یعنی همه چیزاش کلو پاهاش گرفته پرتافته همین گوسفند تازه معده کرده در ترازو مونیم 5 کیلو گوشت. یعنی در این حالت آسان تر است. به هر حال کوشش کنید تا کسی پول ندارد، کسی کم بغل تر است، اونهای دستگیری کنید تا دیگرها. و کدام آدمی که قدرتش دارید آخر بعضی هاتون 1 کاندیشنر خریدنی شویتون یا 1 ماشین جامعشویی خریدنی شویتون از هیچ کس نپرسیده رفته کردیت بمیگیریتون. و این 1 قربانی به خاطر الله تعالی حرکت کرده پول مرارده کنیتون. همون با کی میخوره؟ خودتون خورید. بیگذار همین مثلا 20 کیلو گوشت کرد، این 20 کیلو گوشت همشه 19 کیلوش خودتون خورید، 1 کیلوش خیر کنیدم به جا بیاد. اگر رفت و همین بسیار سختی کنید و 1 گرم خیر نکنیدم همشه خودتون خوریدم میل اخیره قربانی کردید شما خون براردید بسم الله الله اکبر گفته بعد نماز عید آمده پیروی به پیغمبرتون کردید. اونایی که مثلا این مسئله هم گفته گذاریم چون که پگاه روزی شنبه است در بسیاری جاها بازار میشد، روزی یک شنبه بازار است خریدنی باشید. گوسفند از 6 ماه بالا باشد، بوز از 1 ساله بالا باشد. گوسفند اگر 1 ساله بالا باشد با بهتر برای از خلاف برآمدن. لیکن گوسفندای تاجیکستان خاصتاً گوسفندای اروپا نه، گوسفندای تاجیکستان 6 ماه بالاشه میلش، برای اون که گوسفندای تاجیکستان دنبه‌دار است. باور کنید 6 ماهه تاجیکستان از 2 ساله دیگه جاها شاید کلام باشد. برای همین خاص برای تاجیکستان است. بچه‌هایی که مثلا در اطراف دنیا هستید برای شما داخل نداره. شما حرکت کنید گوسفند 1 ساله، بوز 1 ساله، گاو باشد گاوی 2 ساله، یعنی 2 سال پوره شده گذشتگی باشد، 1 روز اقلا گذشتگی باشد. اینا میدونه تمام چی ها متخصصای حیوانات از دندانهاش از دیگر علامتاش سن و سالش معین میکنند. و حرام است فروختنی حیواناتی که
سزاوار قربانی نیست بازار رو برآورده فریب داده نبرورتون. کسانی که مال میفروشتن ایامی من قربانی و بازار میبرورتون میدونتون که مردم قربانی و میخرد مالی مناسب برآوریتون. یعنی گاوی که از 2 سال بزرگ است، اینچنین شاخش شکستگی، دومش بریدگی، گوشش از 1 زیادش نیست باشد نمیشد وعده قربانی کرده. پچکش شکستگی یا چشمش بینا کسل نباشد، دیوانه نباشد، فهمیدید؟ یعنی مکمل باشد. گوشش کمک بریدگی باشد هیچ گپ نه. 3 گوشش یعنی از 66% گوشش در جاش باشد اقلا. از 1 کمترش یعنی 25% 20%ش نباشد معله هیچ گفته ندارد گوشش. یا بریدگی باشد در جاش ایستاده سونه که بریدگی هیچ گپ نمیشد قربانی کردن. یعنی بوز گوسفند 1 ساله بالا، گاو 2 ساله بالا. ای شطور کن. من کسانی که در قزاقستان است یا حتی در کنی بودم هم شطور بود، آدم ها اومده خریده روزی عید قربانی کنه بودن. خیانایی که شطور داره در کشورهای عرب زندگی میکنه شطور کشتنی باشن 7 کس. شطور 5 ساله بالا باشد، باید 4 ساله و 11 ماهش نمیشد. شطور 5 ساله بالا، گاو 2 ساله بالا، بزو گوسفند 1 ساله بالا یه خریدون. مادینه باشد اجازت است، اخته کرده اجازت است، بلکه اخته کردگیش نقض است. پیامبر صلی الله علیه و سلم مخصوصا اخته کردگیش میگرفتن که گوشتش هم خوشمزه، هم بیبو، هم فربه، هم سر روغن. برای همین یعنی اخته کردگیش با خوبتر نباشد. سال یک آدم سالق به زورش میرسد ارزانتر، هیچ گپی ندارد. مهم سالم باشد و از 1 ساله گذشته باشد. این خونها، خونی عقیقه، خونی قربانی، خونی هدی که به مکه بکشته میشد و اون حاجی ها قربانی که میکنند، اینو همش قربانی هست. یعنی با مقصدی نزدیک شدن به الله تعالی مالی مخصوص با وجهی مخصوص ذبح کرده میشه، با نیتی نزدیک شدن به الله خالصا لله. اینا قربانی هست. مثلا اسب قربانی کرده نمیشد، گورخر حلال است نمیشد، خری وحشی، خری زبر هست کو آهو نمیشد، مثال حتی بوزی کوهی هم نمیشد، بوزی خانگی شود باید. اینو چیزایی که مقصد شکاری هست، آهوها یا شترمرغ. شترمرغ ما 300 کیلو گوشت میکنه، حضرت این گوسفند شما 10 کیلو گودم نمیشد. شترمرغ یعنی قربانی کرده نمیشه در این ایام. هم تو مثلا شترمرغ برای ثواب اگر کشته خیر کنید به مسلمان ها ثواب میگیرید، لیکن قربانی از شما ساقط نمیشه. قربانی مالی مخصوص، یعنی گوسفند و بوز اینا یک جنس هستند. گاو دخیل میشه، گوسفند هم دخیل، شتر هم دخیل. شتر دخیل به معنی شتر 1 سنمه که در دیار گرم در عربستان و این میشد، شتوری 2 سنمه که من در قزاقستان و این طرف ها هست، ترکمنستان، اینا شتورای 2 سنمه. هر دو شتور هم اجازت است، یعنی 1 سنمش هم 2 سنمش هم. گاو هم دخیل میشد، گاوی عادی و گاوی گاومش، همون گاوای قطس میگن، گاوایی که سنم دارد پشتش، هر دوش هم اجازت است. گوسفند هم دخیل میشد، یعنی گوسفند و بوز از جنسی گوسفند است. همین حیوانای میشد فقط. دیگر خیل حیوانه در قربانی نمیشد برادرای عزیز. مرغ و شتر مرغ و مثلا اسب و اینا نمیشد.